ماجرای عروسی جعفر جنی در روز عاشورا. جعفر جنی پادشاه بزرگ جنهای مسلمان و شیعه بود. در داستانها نوشته‌اند که پدر جعفر در نبرد با امام علی شکست خورد و کشته شد. همانجا امام علی جعفر را پادشاه جنیان مسلمان معرفی کردند. در روز عاشورا جعفر عروسی مفصلی برای خودش برپا کرده بود. بزرگان طوایف جن دعوت شده بودند. ناگهان صدای گریه و شیون بلند شد. دو جن گریان وارد مجلس شدند. جعفر دستور داد آن دو جن را بیاورند. آن دو جن جلو آمدند و گفتند: ای امیر، ما در حین مأموریت بودیم که از کنار شط فرات عبور کردیم و دیدیم لشکری از این جمع شده است و در حال جنگ هستند. دیدیم حسین ابن علی پسر همان مولایی که ما را مسلمان کرد تنها مانده و بر نیزه تکیه داده و فریاد می‌زند: هل من ناصر ینصرنی؟ اگر ادعای مسلمانی داری برخیز که اکنون پسر پیامبر را می‌کشند. به محض شنیدن این خبر جعفر تاج را از سر برداشت، لباس عروسی را کند و فوراً تمام طوایف جن را با سلاح‌های آتشین آماده کرد و به سمت کربلا حرکت کرد. اگر به دنبال روایت‌های شیعه هستی، پیج ما را دنبال کن.